در مورد معیار بازتمویلی که اخیراً بانک ملی تاجیکستان مقرر کرد، این هم 16% و از معیار بازتمویلی قبلی یعنی 3.5% این معیار بالا برده شد. شما میتوانید با ما بگویید که بالا رفتن معیار بازتمویل برای اقتصاد تاجیکستان چی معنا دارد، چی تاثیر میتواند برساند؟ یکی از فشنگ‌های بانک ملی برای پیشگیری قرب پول ملی و همچنین برای تنظیم بانک‌ها و همچنین تشکیلات قرضی است. هم به خودی بانک‌ها تاثیر منفی خود میرساند، هم به خودی گویم صاحبکارانی که امروز از محصولات بانکی استفاده می‌برند، از قرض‌های بانکی. میشود گفت که بالا رفتن معیار بازتمویل باعثی باز هم بالا رفتن قرض‌های بانک‌ها میشود در تاجیکستان. اینکه از اون فایزی که بانک ملی معین میکند، دیگر تشکیلات قرضی نمیتوانند فایز قرضی خود را برای میزبان پستر پیشنهاد کنند. اینکه حداقل همون 16% که 16% که بانک ملی معین کرده از همون کم نباشد و از اون باید زیادتر بانک‌ها باید پیشنهاد کنند. این زمان بانک‌هایی که تا این جانب گویم تشکیلات قرضی که فایز قرضی پسترین پیشنهاد می‌کنند، چی با قرب پولی، چی با پول ملی، چی با اسعار خارجی، اونها دیگر امکان ندارند که مثلا با مانند 10%، 12 و 15% بهره میزبان خود پیشنهاد کنند. این به واسطه تاثیر می‌رساند هم به بانک‌های تجارتی، هم به صاحبکارانی که مثلا از اون قرض‌ها استفاده می‌برند و در عموم گیریم هم به بودجه کشور تاثیر منفی خود می‌رساند. روز تا روز صاحبکاران هنگامی که فایزهای قرض‌ها بلند شدن می‌گیرند، از استفاده قرض‌های تجارتی دست می‌کشند و حالا آنکه امروز طبق بعضی از حسابات‌های آماری بیشتر از قرض‌های تجارتی که از بانک‌ها که کردیت‌هایی که گرفته میشن به خاطر برگرداندن قرض‌های کهنه خود مردم استفاده می‌برند. همگی یک فایز معین شاید 30-40% اون با هم قرض‌های استعمالی باشد و هم قرض‌های استحصالی. از این باشد یک فایز خردترینش با صاحبکاری استحصالی روانه میشود که این به واسطه چگونه که ما می‌دونیم اگر در دولت استحصالات نباشد روز تا روز فایزی با یک فایز معین، با یک مقدار معین قرب پول ملی همون کشور پس میشود و تاجیکستان نیز از گونه همین دولت ها است که امروز در ما اصلا زیاده از تقریبا 80% ما وابسته هستیم از محصولات خارجی که ما وارد میکنیم به کشور خود. در مد اول فکری بنده چنین است که باید این معیار بازتمویل در یک فایز معین، یعنی شاید پستر کرده شود، نگاه داشته شود و از این منفعت میگیرد از پس بودن فایز معیار بازتمویل، هم اقتصادیات کشور، هم بودجه دولت غنی می شود و همچنین گویم صاحبکاری هم استحصالی تا یک اندازه رشد می‌یابد. معیار بلند کردن معیار بازتمویل از جانب بانک ملی این پیشگیری بقرشای قرب پول ملی ما هست، که سامانی هست، لیکن ما این را دوام یک سال 2 سال دیگر دوام دادن می‌کنیم. هر سال میگه که در سال 2 مرتبه فایز معیار بازتمویل بلند کنیم. به کدام خاطر؟ برای پیشگیری این عامل باید در مد اول ما امکانات‌ها برای صاحبکاران داده شود، چه از لحاظ اندازمندی، چه از جهات حالت‌های مأموری که مثلا به قدیری کارخانه‌ها هستند، که نظارت از بالای صاحبکاران کمی کمتر شود و اونها آزادی داده شود در مد اول. خب بغیر از معیار بازتمویل از این فیشنگ استفاده کردن خوبتر میشد که ما در برابر بانک‌هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند از دیگر نظام بانک‌های کشورها، مخصوصا نظام بانکی اسلامی امروز در جهان خیلی معمول و مشهور است. زمانی بحران مالیوی اقتصادی جهانی این شکست نخورد، اینکه با بحران دچار نشدن، که ضرری کمترین دیدن، این نظام بانکی اسلامی هست. هنگامی که ما با کشور گویم دیگر نمایندگی و گویم فیلیال‌های دیگر بانک‌های خارجی که مثلا ساختار اسلامی قطعا با ساختار اسلامی عمل میکنن، اونها را ما اگر در تاجیکستان جاری کنیم که با اونها راه داده شود، رقابت بین بانکی خیلی هم تیزتون میشه و در نتیجه ما میتوانیم از جانب بانک ملی هم معیار بازتمویل پستر کرده شود، معیارهای فایزهای قرضی که عموما بانک‌ها پیشنهاد میکنن اون هم پستر شود و بالاخره تجارت در تاجیکستان تا یک اندازه معین خیلی هم میتواند رشد کنند. حالا آنکه امروز یکی از سبب‌های اساسی بلند برداشتن معیار بازتمویل، فایز معیار بازتمویل از جانب بانک ملی در آن است که مردم بیشتر در حالت‌های بحرانی کوشش میکنند که اسعار خارجی به دست بیارند، که زود رفته همون 1000 سومانی یا که 500 سومانی معاشی که میگیرن از یک جا، اینکه از یک ماه به ماه دیگر برای زندگی خود قسمی از اون رفته زود یا که دلار یا که یورو میکنن، به خاطر چی؟ به خاطری که همون مبلغ از دست ندهند. حالا که از جهت دیگر گیریم اگر خودی همون معیار بازتمویل در معاملات کمتر کردن پول سامانی است، عین زمان به این هم در گردش گویم که
дар муомилот пули миллии мо сомонӣ камтар ҳаст. Яъне ки ба хотири аз як тараф фишанги пешгирифтаи бонки миллӣ ки сиёсати пешгирифтаи бонки миллӣ аз он иборат аст ки мардум бештар майл кунанд ба пули миллӣ, яъне ки истифода кунанд аз пули миллӣ, не ки пули миллиро гирифта рафта ба қурби ба як асъори дигар иваз кунанд, балки ҳамин пули миллии худро мо истифода кунем. Бисёртар яъне ки омӯхта кардани мардуми мо ба ҳамин чиз, одат кунонидани мардуми мо ба пули миллӣ ҳаст аз як тараф. ва аз ҷониби дигар мо оҳиста оҳиста наметавонем ки ҳар сол ки дар як сол 2 маротиба 3 маротиба гӯем ки меъёри бозтамирро баланд кунем.